سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 14 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. حبس سید جعفر عثمانزاده با اتهام آمادگی به غصب حکومت. گدایف سبب حبس عثمانزاده من نیستم، ملاقاتش با افسر فسب است. سیاپوش شبگرد در کن بادام، سکوت مقامات و داس و بلغه ساکنان. 7 شبانه روز حبس شفر رخشانه بلاگر بر اساس شکایت زنش. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 14 ایون سال 2024 اجلاسی پنجم مجلس نمایندگان پلات پایانی پارلمان تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده را با پیشنهاد دادستان کل یوسف رحمان از حق دخل ناپذیری محروم کرده به حبس او اجازه داد. عثمانزاده به کوشش غصب حکومت با مصلحت پیشکی با رهبران اپوزیسیون عیبدار می شود. در این باره با نشر یک گزارش خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به مجلس نمایندگان خبر داد خود عثمانزاده و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. گفته می شود در اجلاسی روز 14 ایون تنها یک مسئله اوید به پیشنهاد پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان درباره از حقوق دخل ناپذیری محروم نمودن و به حبس گرفتن وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عثمانزاده مورد بررسی قرار گرفته است. دادستان کل گنرال پلکوونیک عدلیه یوسف رحمان در سخنرانیش در پارلمان گفته است که دادستان کل به ضد سید جعفر عثمانزاده بر اساس قسم 2 ماده 306 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام کوشش برای زوروری غصب نمودن حاکمیت پرونده گشوده است. بنا به گفته یوسف رحمان تفتیشات معین نموده است که سید جعفر عثمانزاده ماه سپتامبر سال 2021 طریق علاقه مبیری با معاون رهبر تشکیلات اکستریمیستی تروریستی پیمان ملی تاجیکستان شرافالدین گدایف همصحبت شده اوید به غصب حاکمیت دولتی در جمهوری تاجیکستان مصلحت پیشکی نموده است. شرافالدین گدایف گویا وعده داده است که برای عملی نمودن این مقصد رهبر حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محیدین کبیری به او کمک‌های پولی رسانیده. گویا انتقال زیاده از 3000 جنگاور سازمان ممنوع جماعت انصارالله را از خارج کشور به جمهوری تاجیکستان تامین نمایند. به ادعای دادستان کل گویا سید جعفر عثمانزاده برای غصب حکومت از نماینده یکی از دولت‌های خارجی برای جلب شخصان با نفوذ و تشکیل کردن گردهمایی 10 میلیون دلار آمریکایی خواسته است. یوسف رحمان گفت 12 ایون سال 2024 نسبت به سید جعفر عثمانزاده و دیگران پرونده جنایتی آغاز کرده شده. عثمانزاده همچون گمانبر دستگیر کرده شد. او نگفت که منظورش از دیگران کیست، آیا کبیری و گدایف را در نظر دارد و یا سخن درباره شریکان عثمانزاده در داخل تاجیکستان می رود. یوسف رحمان این را هم شرح نداد که اگر مصلحت او با گدایف ماه سپتامبر سال 2021 شده باشد چرا تنها بعد قریب 3 سال آن صحبت به ضد عثمانزاده پرونده گشوده به حبسش گرفتند. تصدیق این ادعا توسط منابع مستقل در داخل تاجیکستان امکان ندارد، ولی یوسف رحمان در سخنرانیش در پارلمان گفت گناه عثمانزاده با مواد پرونده جنایتی از جمله نشانداد خود اقراری یعنی با گناه خود پوره اقرار بودن، ثبت نوار و گفته‌ها، نشانداد شاهدان و دیگر دلیل‌های بی‌بس پوره تصدیق خود را یافته است. طبق قانون‌های تاجیکستان بدون روزیگی پارلمان به جوابگری جنایتی کشیدن و به حبس وکیل پارلمان ممکن نیست و به این دلیل دادستان کل از مجلس نمایندگان خواست که به حبس عثمانزاده روزیگی دهند. پارلمان این پیشنهاد را پذیرفت. رئیس مجلس نمایندگان محمد طاهر ذاکرزاده قضیه عثمانزاده را حالت ننگی نامید گفته است. تحمل کردن کرداری که شأن و اعتبار وکیل را پست میزند بسیار سنگین و ننگاور است. حبس سید جعفر عثمانزاده در حالی است که ماه مای در انجمن غیر نوبتی حزب دموکرات او را از رئیسی این حزب برکنار و به جایش شهباز ابرار را رئیس حزب انتخاب کردند. هرچند وزارت عدلیه شهباز ابرار را رئیس نو حزب دموکرات اعتراف کرد، ولی عثمانزاده آن انجمن را غیر قانونی نامیده همچون رئیس حزب به فعالیت ادامه میداد و حتی جلسه شورای حزب دموکرات را دایر کرده احمدشاه کاملزاده را که از تشبسکاران اساسی برکنار خود می شمارید از معاونی راند. سید جعفر عثمانزاده از کم شمار وکیلان پارلمان تاجیکستان بود که
پیرامون مسائل دوغ تاجیکستان و منطقه تا حد آزادتر اظهار نظر میکرد. برخی ناظران امور برکناری قبلی عثمان زاده از رئیس حزب دموکرات و اینک حبس او با اتهام وزنین کوشش غصب حاکمیت به مبارزه ها در داخل الیت های حاکم در دوشنبه و به نزدیک بودن عثمان زاده با سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ربط میدهند. عثمان زاده و یتیموف هر دو از فرخورند و بنا به اطلاع دریافتی عثمان زاده با یکی از برادران یتیموف قدا نیز هست. شرافالدین گدایف رئیس جنبش اپوزیسیون اصلاحات و رشد و معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف نیروهای اپوزیسیون تاجیک روز 14 ایون سال 2024 در مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری بامداد اتهامات مقامات درباره با وکیل پارلمان تاجیکستان سید جعفر عثمان زاده مسئله غصب حکومت را مصلحت کردن خود را رد کرد و ادعای بی‌پایان امید. روز 14 ایون سال 2024 اجلاسیه پنجم مجلس نمایندگان پلات پایان پارلمان تاجیکستان سید جعفر عثمان زاده را با پیشنهاد دادستان کل یوسف رحمان از حقوق دخل ناپذیری محروم کرده به حبس او اجازه داد. عثمان زاده به کوشش غصب حکومت با مصلحت پیشکی با رهبران اپوزیسیون عیبدار می شود. دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان ضمن درخواست لغو دخل ناپذیری عثمان زاده از جمله گفت عثمان زاده با شرافالدین گدایف هنوز ماه سپتامبر سال 2021 مسئله غصب حکومت در تاجیکستان را مصلحت کرده است و گدایف از نام رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی به عثمان زاده درباره عملی ساختن این نقشه وعده کمک پولی و ارسال بیش از 3000 جنگی از خارج داده است. شرافالدین گدایف گفت من هیچگاه نه در مسئله غصب حکومت در تاجیکستان و نه در یگان مسئله دیگر با سید جعفر عثمان زاده گفتگویی نکردم و یگان وعده پولش هم ندادم. نه سال 2021 نه پیش از اون و نه بعد. تنها چند سال پیش وقتی من در یوتیوب کانال خود را داشتم و برنامه را با نام باید گفت تهیه میکردم سید جعفر عثمان زاده نیز چند دفعه در آن برنامه اشتراک و صحبت کرده بود ولی اون برنامه ها در یوتیوب در محضر عام نشر میشد و یوتیوب البته برای مصلحت پیشکی و کشیدن نقشه غصب حکومت جای چندان مناسبی نیست. دیگر در یگان مثلا من با عثمان زاده گپ نزدم و یگان چیز مصلحت نکردم. گدایف افزود که در بین اپوزیسیون سید جعفر عثمان زاده همچون آدم یتیموف میشمردند و فکر میکردند که تماسهای او با آن نفران اپوزیسیون با سفارش رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و با مقصد یگان گپ کندن و گرفتن و بردن و رساندن. از این لحاظ گفت گدایف با عثمان زاده همه رهبران اپوزیسیون از جمله خود وی خیلی با احتیاط صحبت میکردند و کوشش میکردند که یگان گپ زیادی نزنند و یگان موضوع اساس را مطرح نکنند. بنا به اطلاع شرافالدین گدایف ابروی سیاه بالای سر سید جعفر عثمان زاده بعد بد شدن مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه و شدت گرفتن مبارزه ها در عرش سیاسی تاجیکستان بخصوص بین دادستان کل یوسف رحمان و رئیس امنیت سیمومین یتیموف جمع شده اول باعث برکناری او از رهبر حزب دموکرات و اینک حبسش با اتهام خیلی وزنین کوشش غصب حکومت شد. تصدیق ادعای ملاقات عثمان زاده با فیسبوک توسط منابع دیگر غیر ممکن به نظر می رسد. دادستان کل یوسف رحمان در پارلمان در حقیقت گفت که سید جعفر عثمان زاده برای صادر نمودن این جنایت از نماینده یکی از دولت‌های خارج برای جلب شخصان با نفوذ و تشکیل کردن گردجمعی‌ها 10 میلیون دلار امریکایی خواهش کرده است. اما او اشاره نکرد که عثمان زاده از نماینده کدام کشور برای غصب حکومت 10 میلیون دلار کمک مالیوی خواسته است. عثمان زاده و یتیموف هر دو از فرخورند و عثمان زاده با یکی از برادران یتیموف قدا نیز هست. ضمن شرافالدین گدایف نیز زاده نویه فرخور است. به سید جعفر عثمان زاده بر اساس قسم دوم ماده 306 کودکس جنایتی تاجیکستان برای غصب حکومت برای زورآوری همچون جزا از 15 تا 20 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید میکند. ساکنان برخی از محله های شهر کانه‌بادام در شمال تاجیکستان ادعا دارند که چندین هفته اخیر افراد سیاه‌پوش و شبهه آور تلاش وارد شدن به خانه‌هایشان را می‌کنند. مقامات محلی وجود چنین حالت را تصدیق و رد نمی‌کنند ولی ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوارهای دوربین‌های نظارتی را نشر کردند که در آنها افراد نقاب‌پوش دیده می‌شود. شب 11 ایون سال 2024
شخص سیاه‌پوش و شبه‌آور در حوله اویله مقصودوف در مرکز شهر کونه‌بادام مشاهده شده است. به نقل آنها آدم ناشناس کوشش نزدیک شدن به صاحب خانه را میکرد، ولی این حالت را پیشگیری کردند. از این حالت به مقامات خبر دادند، ولی هنوز کسی بازداشت نشده است. در 2 ماه آخر افراد ناشناس عضو چند خانواده در کونه‌بادام را کشتند و حالا ساکنان از پیدا شدن نقابداران سخت ترسیدند. ساکنان دیگر محله‌های کونه‌بادام از دوباره رخ دادن چنین حادثه نگرانند. مقصود قادر و ساکن شهر کونه‌بادام میگوید شب وقت نقابدار تلاش وارد شدن به خانه‌شان را کرد، به اداره شعبه وزارت کارهای داخلی زنگ زدند، ولی پلیس 1 ساعت پس رسید. به میلیسا گفتیم که چرا دیر کردید؟ گفتند که 2 روز باز مراجعت بسیار است. در آمده همه جا را دیدند. بعد باز کسی آنها را جیغ زد که رفتند. وی را قپیدن در کار است، ما میترسیم، نمیدانیم امشب چه خیلی خوب میرویم، گفت او. در منطقه دیگر شهر کونه‌بادام وضع از این هم بدتر به نظر میرسد. ساکنان میگویند که برای بخطری و محافظت خود چاره میاندیشند. در خانواده صابروف ها هم وضع چنین است. چندین ماه آخر آرامی ندارند و داس و بلغه بالای سرشان خوب میروند. این هم در حالی است که چندین حوله ها در کونه‌بادام به آدم قلف زده، کوچه ها خالی و چندی از خانواده ها ماتم دارند. تنها از آغاز همین سال دست کم چند نفری از 5 خانواده کشته شدند و به گفته ساکنان کشتارها به همین مانندند. آنها طلب دارند که مقامات باید وضعیت را معتدل سازند. اشورعلی صابروف ساکن شهر کونه‌بادام پیشنهاد دارد که شبها در محله و سربازان را نوبتدار گذارند. کشتارهای پی در پی و پیدا شدن شخصان شبه‌آور در نزد خانه و اولیاء ساکنان محله های شهر کونه‌بادام در حالی است که مقامات انتظامی و امنیتی در این باره شرح و توضیح نمیدهند. این وضع بسیاری از خانواده ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت مهنتی قرار دارند نگران کرده است. آنها و ساکنان این منطقه خواهش دارند که مقامات عاملان این حمله ها را هرچه زودتر افشا و بازداشت کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 13 ایون سال 2024 خبر داد که بر اساس شکایت بلاگر رخشانه رحمت‌الله و که با تخلص صوفی 1111 معروف بوده در اینستاگرام بیش از 400,000 آبونشی دارد، شفری و امید رحمت‌الله را 7 شبانه روز حبس کردند. میلیس پایتخت حبس رحمت‌الله را عاقبت مناسبت ناسالم اویله‌داری نامیده نوشت همدیگر فهمی و احترام و رعایت آداب و اخلاق اویله‌داری اساس بنیاد اویله سالم به شمار می رود، ولی در اکثر موارد وجود نداشتن چنین عامل‌ها باعث پراکنده شوی اویله‌ها و سر زدن حادثه و واقعه‌های فلاکت‌بار می‌گردد. بنا به اطلاع نشر شده از جانب کارمندان ریاست کارهای داخلی پایتخت مراجعت الکترونی شهروند رخشانه رحمت‌الله و که شکنجه و بدرفتاری شفرش شکایت کرد مورد بررسی قرار داده شده. در نتیجه سنجش مراجعت این زن، شوهر او شهروند رحمت‌الله امید احمدویچ سال 1992 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه عینی دستگیر کرده شد. میلیته در شهر این قضیه گفت ضمن سنجش خالصانه و همه جانبه پرسش گمانبران و جبر دیده و شاهدان حادثه معین کرده شد که در حقیقت مدت است که در مناسبت‌های اویله‌داری نام بردگان 9 فهمی جای داشته است. وابسته به این از جانب کارمندان میلیس پایتخت نسبت به شهروند رحمت‌الله امید پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده. از جانب دادگاه نایه شاه منصور نسبت نام برده جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 7 شبانه روز تعیین کرده شد. خود امید رحمت‌الله و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی قبلا همسر او رخشانه رحمت‌الله و در شبکه‌های اجتماعی با نشر یک نوار خبر داد که از رفتار شوهرش امید که با هم 5 سال زندگی کردند و 3 فرزند دارند به جان آمده است. زیرا او هر روز با کارت تهدید کشتنش میکند و شکنجه آزارش میدهد. رخشانه رحمت‌الله و گفت مجبور شد که همراه فرزندانش از خانه فرار کند، ولی شوهرش او را تعقیب میکند و تهدید کرده است که اگر پیدایش کند میکشد. او از مقامات هم شکایت کرد که با وجود مراجعت به تکرارش یگان چاره ندیدند. هر روز زندگی من با تهدید کشتن است.
مرا مجبوری قپیده است. آیا قانون است برای همین خیلی آدمان؟ گفته است بلاگر. مسئله زوروری اویلوی و به سر همسرانش دست برداشتن شوهران و تحت آزار جسمانی یا فشار روانی قرار دادن آنها از جانب شوهر و اهل خانواده شوهر از مسئله داغ جامعه تاجیکستان باقی میماند. در کشور هر سال تا 600 مورد خودکشی یا قصد خودکشی رخ میدهد. بخش اعظم آنهایی که قصد جان خود میکنند زنانند که از فشار و خشونت در اویله به جان میآیند، ولی راه دیگری رو برای نجات خود از این ورطه مشکل رو نمیبینند یا نمییابند. شهردار دوشنبه رستم موملی روز جمعه 14 یونی سال 2024 با امضای قرار رقم 390 جهت تشکیل جایهای موقتی ذبح چاروا در عرفه عید قربان امر داد. بر اساس این قرار در سراسر پایتخت از جمله در جماعت‌هایی که تازه سال 2021 از حساب نویه رودکی به قلمرو پایتخت تاجیکستان امر کرده شدند در مجموع 36 نقطه موقتی ذبح چاروای قربانی تشکیل کرده شدند. بر اساس ضمیمه این قرار از جمله در نویه اسماعیل سامونی 6 نقطه موقتی ذبح چاروای قربانی، در نویه فردوسی 7 نقطه، در نویه شومنصور 8 نقطه ذبح چاروای قربانی تشکیل کرده شدند. از همه بیشتر 15 نقطه ذبح چاروا در حدود نویه سینا تشکیل شده است و این طبیعی است، زیرا بعد بیعت این نویه همراه کردن چندین دیه و جماعت نویه رودکی، نویه سینا به کلانترین نویه شهر دوشنبه تبدیل یافت. طبق مقررات ذبح چاروا در پایتخت تاجیکستان باید در جایهای مخصوص برای این مقرر شده انجام داده شود و قرار شهردار به مسئولان از جمله به مقامات بخطری عضوخواری و نظارت سانیتاری و اپیدمیولوژی امر شده است که جهت پیشگیری ذبح چاروا در جایهای مقرر نشده چاره‌های عملی اندیشند. یکی از عنعنه‌های مهم رایج عید قربان این قربانی کردن چارواست. مسلمانانی که قدرت و تواناییش را دارند بعد نماز عید یگان نوع چاروا، بز، گوسفند، گاو، اشتر را ذبح کرده گوشتش را به شکل خام به نیازمندان و همین طور بین خویش و تبار، یار و دوستان و همسایگان تقسیم کند و یا خوراک پخته به مردم خیر کنند. طبق قرار ریاست شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان، عید سعید قربان یکی از دو عید مهم مسلمانان در جمهوری، چون در اکثر دیگر کشورهای مسلمانی دنیا روز یکشنبه 16 یون تجلیل کرده شده، نمازی در مسجدها ساعت 6 صبح تعیین کرده شده است. بسیاری ها نگران بودند که مقامات علاقه در همین عید قربان مانع عیدگردک کودکان خواهند شد، ولی شورای علما در قرارش تنها به این تاکید کرده است که کودکان را در جریان عیدگردک به نظارت نگذارند. قرار معلوم ماه مای پلات پایانی پارلمان طرح نو جنجال برانگیز قانون تنظیم را قبول کرد که یک بندش از جمله عیدگردک کودکان را منع می‌کند، ولی کمیته دین اخیراً توضیح داد که این قانون هنوز به اجرا ندرآمده است. قرار است روز 19 ایون مجلس ملی پلات بالای پارلمان تاجیکستان این طرح جنجالی را بررسی کند. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه مرد 47 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 6 یونی سال 2024 تخمینا ساعت 15:00 دقیقه هنگامی در حدود جماعت دیهات رامید قرار داشتنش مرد 33 ساله ساکن نویه مشا به یگان اساس او را مورد لطکوب قرار داده است. موافق خلاصه تشخیص سودی طبی جرات برداشته جبری دیده همچون ضرر وزنی به سلامتی منسوب دانسته می شود. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. 11 ایون سال 2024 تخمینا ساعت 15:30 دقیقه راننده افت تمغه اوپل استرا پوچوقلوف بیروز سال 1992 ساکن نویه خراسان هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت نویه خراسان در حدود جماعت دیهات فخرآباد نویه مذکور از عهده دوره واسطه نقلیات نمبر آمده به افت تمغه تویوتا کامری تحت دوره رستمزاده ابوبکر سال 1998 ساکن نویه جومی که از سمت شهر بختر به سمت شهر دوشنبه حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه مسافر افت تمغه تویوتا کامری حلیمو و مورغزار سال 1996 ساکن نویه جومی جراحت‌های وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. خود راننده کامری رستمزاده جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به این حادثه تحقیقات
ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوحه سینو با عریضه مرد 40 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه نوامبر سال 2023 هنگامی در کوچه گپرزم شهر دوشنبه قرار داشتنش مرد 50 ساله ساکن نوحه شومنصور با روی فریب به باورش در آمده از او در 3 حالت یک عدد اتومبیل تمغه مرسدس بنز ارزشش 150,000 سومونی، یک عدد اتومبیل تمغه لکسوس ارزشش 160,000 سومونی و یک عدد اتومبیل تمغه تویوتا کامری ارزشش 50,000 سومونی را طریق غیر نقدی نرخ‌گذاری کرده گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما نامبرده واسطه‌های نقلیات را فروخته مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. ضرر رسانده شده 460,000 سومونی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.